درود برای همه بیننده عزیز شبکه اجتماعی رادیو وطن، فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب و الی وطن روی سامانه www.watan.tj آنلاین ما را گوش کرده می توانید. نشر 133 برنامه پرس کلوب است و مهمان نوبتی ما سابق دیرکتور رادیو تاجیکستان، روزنامه‌نگار، حال حاضر راهبر ارشیو کمیته تلویزیون و رادیو نازل حکومت جمهوری تاجیکستان فرخ زیازاده و ما برنامه را به شکل کامل روزهای شنبه و یک شنبه 2 هفته پیش در افیر مستقیم نشر کرده بودیم که امیدوارم شما روی موجهای ما شنیدید. اکنون باشد شکل فشرده صحبت آن را به طور ویدیویی برای شما پیشنهاد می نماییم. اولترین صحبت برای من جالب این شد که زادگاه فرخ زیازاده این مارتپه است، همون دهه معروف که اونجا شادروان تاج‌الدین محی‌الدین نیز به دنیا آمده است و نامش جالب است، نه مارتپه. و این عجیب است برای من که واقعا در اینجا مارها زیاد هستند یا مارها زیاد بودند یک زمانه. بیاید یک جا میشنویم که چی جواب دادند. خودم هم امی کنجکاوانه امی موضوع چند مرتبه از همو سالخورده های و دیها همون کلان سالا پرسیده بودیم موسفیدو که برای چی مور، برای چی تپه خیها در حقیقت در سرشوی کو قشلو خی تپه ها نیستن، ولی بعد از یکم 50-100 متر با اون طرف تپه ها سر میشوند، آهسته سر میشه تپه ها و گفتن که در حقیقت پیشترک اصلا همینجا بوده است، مور زیادتر بوده است. این 100 ساله ها پیش یک تخمین که این 100 سال پیش 150-200 سال پیشتر. میانی مردمی ما یک مقال عجیبی هست، میراث پدرخواهی کسبی پدر آموز. همصحبت ما رو پدرش معلم فنهای ریاضی است، ولی این نفر آمدن به سمت فیلولوژی یعنی زبان، ادبیات، روزنامه‌نگاری. عجیب چرا؟ از خودشان میپرسیم برای چی رفتن. در خانه رستگاه اولا کتاب‌های بدیهی خیلی زیاد بود و این یقین که هر باری که اگر یکم سپارش میشد که رفته فلان کتاب بیار، وقتی که میرفتیم کنجکاوانه با دست یک کتاب دیگر هم که در رو بود ورق میزدیم، همین آهسته به تدریج شوق به همین کتاب‌های بدیهی زیادتر بود و چیزی از همه اساسی شاید که همین تأثیری معلمی فنی زبان و ادبیات در مکتب باشد. معلم خلوف وقتی که به درس می در اومد، اولا در تخته صنف یک بیت رو می نوشت. مثال دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گلی آدم بسیریشتند و به پیمانه زدند. می نشست همون 1-2 دقیقه که باید ژورنال صنفی رو پر میکرد، میگفت که شما فکر کنید و بعد از همین من از شما میپرسم. و همین آهسته من یک دفتر شعرها بود که همینجا در هر یک صفحه بیت رو می نوشتم و در پایان شرح اونه که من چی میخواستم و من چی درک کردم از این معلم چی گفت و آهسته همین دفتر که از صنفی نمیدونم 4 بود 5 بود همیشه تا صنف 11 و آهسته همین شوق، یعنی هم محیط خانواده و هم تعلیم همین فن زبان و ادبیات در مکتب شوق رو نسبتا بیدار کرد. در انتخاب کسب آیندهشان نیز قصه بسیار جالب برای من کردند از زنگ آخر و از آن که آنها میخواستند روزنامه‌نگار نباشند. تصور میکنید سابق دیرکتور رادیو تاجیکستان یک زمان میخواستن که روزنامه‌نگار نباشن. ببینید که فرخ زیازاده در اول میخواست چی کاره باشد. به جواب میشنوید. در تلویزیون وقتی که مثلا ما صنفی 4 بودیم و میگفتن که آینده اگر کلان شوید چی میشوید، کی میشوید، من نوشتم که ارتیست میشوم و خیلی آهسته بعد وقتی که صنفای بالایی بود با پدرم گفتن که آخه این ارتیستی یک مهارت است، یک هنر است، یک کسب باید داشته باشی و بعدا در همون زنگ آخر گفتن که سرود خوان، اگر خوانده توانستی مرحمت اینستیتوتی سند میروی، اگر نه جای دیگر باید انتخاب کنی. و همین گونه هم شد که وقتی که خواندم پدرم گفتن که صدایت خوب نبود، بهترش که یک کسب دیگر خیلی یا شاید بهانه بود یا شاید همین گونه میخواستن و کار شد که من کسب دیگر انتخاب کردم و حتی وقتی که گفتن که من باید دانشگاهی ملی فاکولته فیلولوژی سپارم، گفتن که اوی در آینده چی میشوی کی میشوی و یک فکر کردی و بعدا هم همون گونه یک امکانات بود که گفتن که بیا حقوق شناس سپار، بیا آمار سپار یا جای دیگر. من گفتم که نه، برای من همین، هرچند که در ژورنالیست فیلولوژ چون که همون سال 98 که سپردیم چندان فاکولته ژورنالیستیکا 1-2 سال که نو تاسیس شده بود، تاسیس یافته بود در دانشگاه ملی، شاید که اونقدر شناخته نبود فاکولته که همه داند. فیلولوژی یک بخشی اما
афзали он ки буд ман аз ин рӯи филология интихоб кардам. мавзӯи маориф ҳамеша бо ҳамсӯҳбатҳои ман дар маркази баҳс аст ва ин мавзӯъ ҳам ҳамеша мо таваҷҷӯҳ мекунем ки яъне зарур аст бачаҳо 11 сол физикаву химияву забон адабиёту тариха маҷбурӣ хонанд. Хуб аст ки мо аз синфи 5, 6 ва 7 онҳоро ба ҷодаҳои алоҳида ҷудо кунем. Онҳое ки фанҳои дақиқа дӯст медоранд ба самти алоҳида, онҳое ки фанҳои гуманитариро дӯст медоранд, забон адабиёту таърихи нуро ина алоҳида. Хулоса ҳар бачаҳо ба самтҳои дӯстмедоштаи худашон ҷудо шаванд ва Фаррух Зиёзода низ фикру назару андешаи худашро дорад дар ин маврид ва он ҳатто мегӯяд ки шояд дар дарси физикаву химия хобаш мебурд. бубинем чӣ ҷавоб медиҳад. Рафтем. бубинед айни замон ҳамин гуна литсейҳо ҳам аст. яъне ки ба ҳамон махсусият ба ҳамин илмҳо тақсимбандӣ шудааст. шумо агар дар равияи гуманитарӣ хоҳед, мисол дар шаҳри Душанбе ҳамин гуна литсейҳо ҳастанд ки шумо метавонед ки интихоб кунед. агар илмҳои дақиқ, марҳамат, гимназияҳо, дигар литсейҳо ҳам ҳаст. вале дар ҳақиқат гуфти шумо дар давраи шӯравӣ ҳамин гуна равияҳо набуданд. мо агар мехостем намехостем бояд ҳатман физика ҳам медонистем, бояд химия ҳам медонистем. агар дар ӯ дарс мо хобам мебурд, дар рӯи китоб агар хобмона мебурд, мо бояд медонистем, вале мехондем. вале дар масъалаи математика ба назари ман математика ки шоҳи илмҳост ё шоҳи фанҳост, донистани математика муҳим аст. яъне то ҷое мағзи сари инсонро таҳрик медиҳад. аз меҳмони имрӯзаи мо пурсидам ки чаро онҳо натоқи барномаҳои хабарӣ телевизион нашуданд умуман, барои ки аз рӯи чеҳра ба назари ман ва аз рӯи қаду қомат ва шаклу сурату ҳатто шакли гапзанӣ бештар ба як натоқи телевизион хеле монанданд. вале худашон чӣ ҷавоб гуфтанд ки чаро журналист ё натоқи телевизион нашуданд? дар рости гап шояд ки хароб будам, чеҳраи телевизионӣ надоштам. баъдан аз ҳамкурсонам 1-2 нафар ки дар радио кор мекарданд аллакай, ҳамоно восита шудану ман омадам ба радио. یعنی شما تو امروز به نظرتون چهره تلویزیونی ندارین؟ نه اكو شاید که چهره تلویزیونی بداهتا و هم تو حاضر گفتیم، ولی اصلا از میانی همکورسا که در رادیو 2-3 نفر کار میکردن همونا تشویقات نمودند که بیو مو نزد سرمحرر میرویم، خیلی قبول میکنن و همین گونه هم شد که اومدیم و نزد سرمحرر رفتم و قبول کردم. اینجا خواستم فهمم که جناب فاروق زیازاده چگونه از یک محرر عادی کارو در رادیو تلویزیون شروع کرد و در دوام چند سال تا وظیفه راهبری رسید و از روی قانون‌های طبیعی تقریبا ما می‌دونیم که هر نفری که از روی منصب و وظیفه بالا رفت باید بالاتر رفتن گرفت، ولی فاروق زیازاده از دیرکتوری رادیو باز آمد به وظیفه راهبری بایگانی کمیته تلویزیون که خودش هم میگه که وظیفه خیلی سرمسئولیت است برای ایشان. خلاصه از اونا پرسیدیم که زینه به زینه وظیفه و عنوان و کسب و کارهایی را که گرفت برای ما قصه کند. بشنوید. محرر در اداره برنامه‌های جوانان و نورسان سال 2005 یک مدت محرر در تلویزیون نوتأسیس سفینه، این تقریبا 2 ماه از ماه با فکرم که نویابری سال 2005 تا ماه مای سال 2006 محرری اداره برنامه‌های موسیقی، بعدن که موسیقی رادیو تاجیکستان، چون 2 ماه در سفینه کار کردیم و بعدن باز با رادیو اومدیم محرری اداره برنامه‌های موسیقی. از ماه مای تا ماه آگوست معاون سرمحرری شبکه صدای دوشنبه، از ماه آگوست سال 2006 تا نویابری سال 2012 سرمحرر اداره برنامه‌های صبح رادیو تاجیکستان، از سال 2012 تا سال 2015 معاون یکم دیرکتور رادیو تاجیکستان و از سال 2015 تا سال 2020 دیرکتور رادیو تاجیکستان و این زمان از سال 2020 به این سو دیرکتوری بایگانی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. 2 حالت برای من بسیار جالب است و من ازشون روکراست اینا پرسیدم. میان مردم همین خیلی سر و صدا، همین خیلی گفتمان ها گاها میشود در این صحبت ها ما میخوایم نمیخوایم که کسی وظیفه گرفت میگم شاید برای کسی پاره داد یا که در کجای شناس دارد یا کسی یگان عنوان و مقامی بلند گرفت، یگان توفای بلند گرفت از جانب کدام نهاد، بازم میگیم که شاید با کسی پاره داد یا شاید کسی میانه رو شد.
و همین گونه فاروق زیادزاده هم وظیفه گرفت، دیرکتور رادیو تاجیکستان و همزمان خانه هم گرفته بود از طرف کمیته تلویزیون و رادیو. او میگه که در هر دو حالت چی گپ بود، خودش رو گوش میکنیم. راستی گپ دو مسئله که این زمان شما گفتید، یکی گرفتن خانه استقامتی که باور کردند با ما همین خانه را سپردند، تحفه کردند. همین گونه هم شد که شما باید پورا داده باشید کسی فلان فلان. یگام دیدم همین اگر دست برای سینه گذارم قسمم اگر لازم باشد، یگام دیدم به کسی ندادیم. و حتی همین گونه هم شد که عبدالقادر طلبکов وقتی که دیرکتور رادیو تاجیکستان بودن، همون زمان وقتی که ما صاحب خانه شدیم، و خیر همچون رهبر میدیدن که کی کار میکنه چی کار میکنه و گفتم. و حتی چون من سرمحری دورای برنامه‌های صبح بودم، نسیم صبح همه روزه از ساعت 6 صبح شروع میشد. در زمستان من حتما باید که ساعت 5 الکای به راه میبرآمدم، برف است، بارون است، سنگ میبارد، فرقی ندارد. من ساعت 10 15 تا کم 6 باید در کابینت کاری باشم، در استودیو باشم. یعنی زحمتای شما رو با اینومد گرفته و شما خانه دادن. یعنی خانه دادن و یگم دیرم هم نسپردیم. و امروز وقتی که سال 2015 وقتی که رئیس کمیته محترم شایان دعوت کردند و گفتند که همین گونه پیشنهاد است، لیاقتی پیشبردی کاری ساحه رو همچون رهبر همچون دیرکتور دارد یا نه؟ گفتند که اگر باور کنند چرا نه، در پهلوی رهبر کار میکنه. و همین گونه هم شد که باور کردند و در صحبت خاصه که بود سال 2015 هم تعیین کردند به وظیفه دیرکتور رادیو تاجیکستان. و با کسی هم اگر یعنی که خودشان دعوت کردند و تاجه حتی یک پیاله چای ندادیم، نه برای گرفتن خانه و نه برای تعیین نمودن به صفت رهبر رادیو با کسی. پیش وجدان صاف پورا. سلامت و سربلند خانه آباد باشید. رسیدیم به انجام نشر نوبتی ویدیو صحبت پرس کلوب. نشر 133 بود با حضور روزنامه‌نگار سابق دیرکتور رادیو تاجیکستان، امروز رهبر بایگانی کمیته تلویزیون و رادیو فاروق زیادزاده. پندی که من از این صحبت برداشتم همین است که در هر مقام و وظیفه و عنوانی که باشیم پشت کس نام و گپ و حرفای زیادتی میشود. مهمتر از همه ما پاک و بی‌کینه و در راه خودمون راست باشیم. مؤلف برنامه پرس کلوب سبحان جلیلوف. پدرود میگیم تا نشرهای بعدی در موج وطن باشید، ما را گوش کنید و همیشه پیگیر شبکه‌های اجتماعی ما بمانید.